الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. و با سلام و درود به یکایک بینندگان عزیز، گرامیان محترم و همراهان همیشگی برنامه منهاج السنه. امیدوارم که شاد و خرم و پیروز باشید و الطاف بیکران حق همیشه همراه شما باشه و شامل حال شما قرار بگیره. برنامه منهاج السنه در رد ادعاهای پوچ آقای هلی است و تدارک دیده شده تا به ادعاهای پوچ آقای هلی جواب بده، همونطور که از خود متن کتاب منهاج السنه هم همین پیداست. تا کنون به قسمت‌های مختلف این برنامه تهیه شده و توسط جناب استاد شیخ دهقان ارائه داده شده و به سمع و نظر بینندگان رسیده. امیدوارم که تا این لحظه برای همگان مفید بوده باشه و همچنین امیدوارم که برنامه‌ها و قسمت‌های بعدی هم برای همه ما مفید واقع بشه و از خداوند متعال میخوام برای اونهایی که واقعا دنبال حقیقتن، واقعا دنبال حقن، انشالله که حق برای همه هویدا بشه و به اون چیزی که دنبالش هستیم، به اون حقی که دنبالش هستیم و به اون راهی که در نماز همیشه میگیم اهدنا الصراط المستقیم، به اون راهی که خداوند اون راه راست معرفی کرده برای ما نمایان بشه و در اون راه گام برداریم تا به بهشت ابدی که خداوند برای مؤمنانش تدارک دیده به اون برسیم و تا لقایی و ملاقاتی با پروردگار در روز قیامت صورت بگیرد. در این قسمت از برنامه هم در خدمت جناب استاد کارشناس محترم هستیم. از طرف خودم و شما بینندگان عزیز به جناب استاد سلام و وقت بخیر دارم. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی و همچنین بینندگان عزیز انشالله خواهم بود. بینندگان عزیز، حدود 4 هفته پیش ما بحث فصل سوم را که آقای هلی به ادعای خودش میخواست ادله زیادی را بر امامت علی و بقیه فرزندانش که 12 امام باشن ارائه بده، که اونو تقسیم کرد که بر 5 قسمت بر 4 منهج است به تعبیر خودش، که اولی آن دلیل عقلی بود. یعنی آقای هلی میخواست دلایل عقلی رو به ما نشون بده که چرا علی برتر است برای امامت. دلایلش چیست؟ اولین دلیل عقلیش این بود که امام باید معصوم باشد، که بر 2 مقدمه اونو تدارک دیده بود و اونو چیده بود. دلیل دوم آقای هلی باید امام منصوص باشد، یعنی از جانب خدا تعیین شده باشد، که باز هم در قسمت گذشته جناب استاد به این پاسخ دادن و بحث امروز ما هست که آقای هلی باز هم مثل همیشه ادعایی داره تو خالی. ادعای امروز ما را از زبان جناب استاد بشنویم که از کتاب خود آقای هلی مطرح میشه و همچنین جوابی که جناب استاد از کتاب شیخ الاسلام و همچنین مطالعات به دست آوردن تا برای ما و شما ارائه بدن. بفرمایید جناب استاد. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مورد بحث امامت و اثبات جایگاه خاصی بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای افرادی از امت که شیعه معتقد هست که باید منصوص باشند، امامتشون در واقع ثابت شده باشد از جانب وحی، چه از جانب آیات قرآن باشند یا گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم. به هر صورت این جانشین ها باید توسط معصوم، یعنی از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین شده باشند و در این زمینه دلایل عقلی رو مطرح کردند که بر الله متعال واجب هست، اونگونه که در وجه 4 میگوید که باید چنین امامی رو تعیین بکند وگرنه مفسده بزرگی به وجود خواهد آمد. شیعه معتقد هست که امامت یک منصب الهی هست و یک گذشته از یک اعتقاد، بلکه یکی از اصول دین هست. اصول دین وقتی که ما عرض میکنیم اصول دین یعنی این که جزء دین هست. مشرع دین اون کسی که دین را برای ما تشریع کرده، ثابت کرده، تبیین کرده، اصلا وضع کرده این شریعت و دین را برای ما، الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. الله متعال وحی کرده به رسول الله صلی الله علیه و سلم و تمامی احکامی اعم از
اصول باشند یا فروع باشند از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما کاملا تبیین شده و اگر جزئیاتی هم تبیین نشده باشد، به صراحت در روایات نیامده باشد، یک قواعد کلی برای ما مشخص فرمودند که ما در پرتو آن دقیقاً می توانیم که احکام شرعی خودمان را کاملا استنباط بکنیم. پس بنابراین برای اثبات یک امر الهی و یک منصب الهی و یک حکم شرعی که باید مصدرش الله متعال باشد نیازی به عقل نیست. عقل به هیچ عنوان برای ما حجیت ندارد. موردی که باید از نقل ثابت بشود، از قرآن و حدیث ثابت بشود، اگر از قرآن و حدیث ثابت نبود، ولو این که با دلیل عقلی ثابت بشود، ولو این که عقل حکم بکند که فلان چیز واجب هست، برای ما حجت شرعی نیست. زیرا که عقول هر کسی در واقع با فرد دیگر کاملا متفاوت است. چه بسا یک موردی با عقل یک فردی جز واجبات باشد و از دیدگاه فرد دیگر عقل کسی دیگر جز اصلا ممتنعات و در واقع کاملا غیر ممکن باشد. پس بنابراین عقل در موارد شرعی برای ما حجت نیست. عقل می تواند که برخی از جوانب فلسفه و حکمت الهی را که در این حکم شرعی و منقول نهفته هست می تواند که درک بکند. این اگر درک کرد فبها و نعم که در واقع قابل پذیرش است، و اگر درک نکرد و وجه و فلسفه و حکمتش را ما نشناختیم، باز هم چون که از طریق وحی برای ما ثابت شده، از طریق نقل ثابت شده، ما به عنوان یک مسلمان باید کاملا به آن ملزم باشیم. برای اثبات امامت که یک اصلی از این اصول در واقع شیعه هست و مذهب شیعه هست، باید از قرآن و حدیث دلایلی باشد و ادعا کردند که از قرآن و حدیث هم در این زمینه دلایلی هست، منتها دلایل عقلی را مقدم بر دلایل شرعی آورده که این دلایل عقلی را دو موردش را ما تاکنون بررسی کردیم و ثابت شد که هیچ کدام از این دلایل به عنوان اثبات امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در واقع نیست و به هیچ عنوان با عقل صرف نمی شود امامت علی را یا هیچ کدام از ائمه 12 رو در واقع ثابت کرد. صرفاً باید در این زمینه نقلی وجود داشته باشد از قرآن یا از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که این مسئله رو ما دلایل عقلی رو که تاکنون مطرح کرده بود ما به صورت کلی اینها رو بررسی کردیم. جنبه دیگری وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که تمامی این دلایلی که آقای هلی تاکنون آورده برای اثبات امامت از نظر عقلی، عملا تمام این دلایل خلافشون ثابت شده، خلاف این دلایل عقلی ثابت شده. امام باید منسوس باشد، اگر نباشد نمیدونم شریعت اسلامی حفظ نمی شود. امام باید از تمام این یعنی بحث اسمت امام را که امام باید معصوم باشد، باید منسوس باشد یا باید انتخاب مردم در واقع باطل هست که در وجه دوم گفته بود. عملا تمام این حجت ها و دلایل عقلی عکسشون کاملا ثابت شده، یعنی در تاریخ و سیره ائمه اثنا عشر این مصالحی که آقای هلی میخواهد با عقل اونها را برای امامت منسوسه ثابت بکند، این مصالح نه در زمان علی به وجود آمد و نه در زمان ائمه 11 امام دیگرشون. این مصالحی که از نظر عقلی میخواد ثابت بکند هیچ کدام ثابت نشده. منتها بازم به خاطر اینکه این دلایل رو قبل از دلایل نقلی آورده، ما هم یک گزارا این دلایل رو با هم دیگر بررسی کردیم و امروز هم و در این برنامه چند موردی رو که مونده انشاءالله خدمت بینندگان عزیز من عرض میکنم. مورد سومی که آقای هلی ادعا کرده که دلیل عقلی هست، دوستان اگر دوربین رو فعال بکنن، مورد سوم هست و میگوید که ان الامام یجب ان یکون حافظا للشرع، امام باید حافظ شرع باشد. یعنی یکی از وظایف امام از نظر عقلی از دیدگاه آقای هلی این هست که امام باید حافظ شرع باشد، محافظت بکنه شریعت الهی رو. الان شرع چی هست؟ شرع در واقع همون قرآن هست و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرموده های ایشان، آیین اسلام رو به صورت کلی. امام باید حافظ شرع باشد. به چه دلیل؟ لانقطاع الوحی بموت النبی صلی الله علیه و آله، زیرا که با
وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی در واقع منقطع شده. الان این ادعایی هست که آقای هلی در اینجا مطرح کرده، این تناقض داره با روایات شیعه که در این زمینه وجود دارند که وحی رو قائل هستند برای ائمه‌شون. میگویند که در اصول کافی ابواب متعددی رو در واقع در این زمینه هست که این مطلب رو اثبات میکنن. فرشتگان رفت و آمد دارند در خونه های ائمه و نشست و برخاست دارند با اونها. بر ائمه نمیدونم هر روز جمعه یا شب جمعه علمشون اضافه میشود، اگر علمشون اضافه نمیشد علمشون از بین میرفت، یعنی کم میشد، تمام میشد علمشون. و همچنین روایاتی در این زمینه دارند که ما گاهی وقتی صدایی رو میشنویم، گاهی وقتی فقط به صورت نقر فی القلوب هست، یعنی مثلی که مطلبی کوبیده بشه و حک بشه در قلب، و صورت‌های مختلفی که برای در واقع منفذ علوم ائمه اینها رو نقل کردن. خب اگر اینا وحی نیست پس چی هست؟ و به صورت کامل صراحتاً بله صراحتاً این مورد رو در واقع اعلام کردن، حتی معراج رو برای ائمه خودشون، یعنی تمام ویژگی هایی رو که یک پیامبر و یک نبی داشته، تمام این ویژگی ها رو برای ائمه خودشون قائل هستند. به هر صورت در اینجا ادعای آقای هلی این است که چون که وحی قطع شده پس بنابراین باید امام معصومی باشد. خب وقتی که خودش یک تناقض دیگه هست در این کلام. اگر واقعا وحی قطع شده ما از کجا اسمت این امام معصوم را در واقع بفهمیم؟ و اگر این معصوم اشتباهی بکند همان گونه که از رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف در واقع اولا سر میزد و فوراً وحی می اومد و این موارد رو چیکار میکرد؟ اصلاح میکرد. در مورد اسرای بدر از جانب الله متعال تصحیح شد که در واقع اصلاح بکند. در مورد قضیه تحریم اصلاح شد رسول الله صلی الله علیه وسلم. در مورد جریان رویگردانی عبس و تولا که جریان ابن ام مکتوم بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤاخذه شد و اشتباهش در واقع اصلاح شد. پس بنابراین یک وحی باید باشد که امام معصوم را اصلاح بکند. اگر به خطا رفت باید راه مردم بر خطای اون اقتدا نکنند. این ویژگی رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده، معصوم بوده به این معنی که امکان نداشته که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر یک اشتباهی یا خلاف اولای تثبیت بشوند. فوراً وحی دخالت میکرده و این اشتباه را و خلاف اولا را در واقع تصحیح میکرده. اگر واقعا وحی قطع شده، ارتباط زمین با آسمان قطع شده، این ائمه شما باید چه کار بکنند؟ تا زمانی که ارتباطی با منبع در واقع وحی نباشه، با الله متعال در واقع ارتباطی نباشد، این احکام جدید هم از کجا پدید میان؟ احکام جدید و نیازهای روزمره‌ای که مردم دارند و در قرآن نیست و در حدیث نیست و خودشون هم میگن که نیاز امامت از بدین خاطر باید این احکام باشند. خب این امام از چه طریقی میخواهد این حکم را برای ما ثابت بکند غیر از این که از جانب الله باشد؟ وقتی که یک مطلبی را از جانب الله متعال دریافت کرده، خب همین اسمش وحی هست. به هر صورتی که باشد، چه قائل باشند که فرشته می آید که هم قائل هستند بین، چه بگویند که در قلبش القا می شود همین یک صورت هست، چه بگویند که صدا رو می شنوند، یا همون تعابیر رو که در مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم هست که وقتی ما صدایی رو مانند زنجیر می شنویم، همین تعبیر رو برای ائمه خودشون در واقع ثابت کردن. به هر صورت این ادعای آقای هلی هست، میگه که امام باید در واقع حافظ شریعت باشد، زیرا که وحی قطع شده، بعد از موت رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی صورت نمیگیرد و قصور الكتاب و سنه على تفاصیل احکام الجزئیات الواقعه الى یوم القیامه، فلا بد من امام منسوب من الله تعالی معصوم من الزلل والخطأ لئلا يترك بعض الاحکام او یزید فیها عمدا او سهوا. خب این تعلیلی که در اینجا آورده خودش در واقع نقض میکنه کلام قبلی آقای هلی را. به هر صورت در اینجا میگوید که چون که احکام قرآن و حدیث قاصرند، ناتمامند، کامل نیستند، زیرا که احکام قرآن، آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام جزئیات تا قیامت را برای ما تشریح نکردند، تمام جزئیات در قرآن نیومده. پس بنابراین باید یک امام معصومی باشد که
در واقع اشتباه نمی کند، از لغزش دور باشد، از خطا دور باشد، تا این که در واقع احکام الهی را که در واقع اجرا بکند و دانسته یا نادانسته منجر به این نشود که حکمی را برخلاف واقع بر مردم تحمیل بکند. و غیر علی علیه السلام لم یکن کذالک بالاجماع، کسی غیر از علی بالاجماع این گونه نبوده. این ادعاهای اجماعی که در اینجا میکند همشون واقعا یعنی ادعای جالبی هست که میخواد با این اجماع خودشون رو در واقع بیاند و زیر در واقع چتر و سپر اجماع میخواد حرف خودش رو بر مردم غالب بکند، چون این اجماعی صورت نگرفته، نه در مورد علی رضی الله تعالی عنه و نه در مورد کسی دیگر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. این مورد اول هست، ادعای سومش هست، صورت سوم. اجازه بدید دو صورت دیگر رو من به صورت مختصر در خدمت بینندگان عرض بکنم و بپردازیم به مطالبی که در این زمینه هست. مورد چهارم این است که گفته که الله تعالی قادر هست بر نصب معصوم. الله توانایی نصب معصوم را دارد و الحاجت للعالم داعیه الیه لا مفسدت فیه فیجب نصبه. الله متعال توانایی نصب معصوم را دارد و نیازی هم وجود داره برای نصب معصوم، پس بنابراین غیر از علی چون که معصومی نیست، پس بنابراین علی می شود امام معصوم. الله می تواند که معصومی را انتخاب بکند. الله می تواند که معصومی را انتخاب بکند و نیاز به معصوم هم وجود دارد، پس بنابراین علی معصوم هست و امام هست. این صورت سومش است. و صورت چهارم، صورت پنجم میگوید که ان الامام یجب ان یکون افضل من رعیتی، امام باید افضل رعیت خودش باشد و علی رضی الله تعالی عنه افضل اهل زمانشون بودند، پس بنابراین علی میشوند امام معصوم. این مجموعه دلایل عقلی هست که آقای هلی در این زمینه برای اثبات امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، اونم از دیدگاه و قرائت شیعه و با اوصافی که شیعه برای امامت قائل هست، این دلایل عقلی رو مطرح کرده برای اثبات این جایگاه برای سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و به تبع علی برای تمام ائمه اثنا عشرش. جناب استاد آقای هلی که در اول این فصل سوم که میخواست مطرح کنه گفت که من قوی ترین دلایل رو اینجا میارم که حالا دلایل ما نص و کار نداریم که فعلا در رابطه با عقل داره صحبت میکنه و همین دلایل عقل قوی ترینشون همین بود که 2 تا گذشته و 3 تا هم امروز بحث میکنیم. و عبارتی که آقای هلی در اینجا آورد جناب استاد، من در این مورد میخواستم بپرسم که آقای هلی میگه و قصور الکتاب و سنت علی تفاصیل احکام الجزئیه. حالا ما اینو بذاریم، اگر بحث تفاصیل احکام جزئیه باشه، امامت همونطور که خود شیعه اعتقاد داره یک از اصول دینه یا بعضی هم میگن از اصول مذهبه، به هر صورت چه اصول دین چه اصول مذهب شیعه، خب با اون که یک اصل مهمه چه در دین اسلام از یک جنبه نگاه کنیم یا از جنبه دیگه اصل مهم در مذهب شیعه، با این وجود باز هم نه قرآن و نه حدیث صحیح، باز هم به تعبیر شیعه، ما اصلا تعبیر اهل سنت کار نداریم، همون حدیثی که شیعه از اون به عنوان حدیث صحیح تعبیر میکنن و تعریفشو و شروطشو در کتاباشون آوردن. چرا از امامت اصلا هیچ بحثی در قرآن نیست، یعنی اونجور واضح نیست، نمیخواد که اسم 12 امام رو اسم 100 امام رو بگیره، اگر میگرفت یک آیه بیشتر نمیگرفت، اگر در قرآن میومد یک آیه بیشتر نمیشد، با اینکه ما بزرگترین آیه در قرآن داریم به نام آیه مداینه که شاید یک صفحه از قرآن اصلا انتها باشه، حالا ما میگیریم 3 سطر میشد، 5 سطر، یک صفحه میشد، نداره، با اون که اصلی هست. در صورتی که باز هم خداوند متعال در سوره مائده آیه 3 یا 4 دقیقا نمیدونم که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی میفرماید که من دین رو بر شما کامل کردم. اما چجوری آقای هلی اینجا که احکام جزئی رو بیان نکرده قرآن؟ این مورد که شما اشاره کردید این خودش دلیل بر این هست که امامت اصلی از اصول دین نیست. اگر واقعا امامت جز اصول دین یا حتی اصول مذهب هم می بود، باید در قرآن کریم یک اثری از آن وجود می داشت و وظیفه قرآن تبیین هست. این آیاتی که در قرآن هستن باید تبیین بکند یک حکم شرعی را. ما در قرآن کریم احکامی را که در قرآن کریم در واقع عقاید را و اصول را که به جای خود
عقاید و اصول به جای خود. ایمان به الله، ایمان به فرشتگان، ایمان به کتاب‌های آسمانی، ایمان به پیامبران، ایمان به روز قیامت، ایمان به تقدیر، اینها مواردی هست که در قرآن به صورت مفصل بیان شده. غیر از این هم در مورد مسائل جزئی و مسائل فقهی در قرآن آیات زیادی رو ما داریم که به صورت صراحت و با تبیین و مفصلا بیان کرده یک حکم شرعی رو. مثلا در موارد به طور مثال شما مثال زدید آیه مداینه که چگونه با هم دیگر اگر قرض میدهید چگونه قرض بدهید، چه کارهایی رو باید انجام بدید. غیر از این احکام وضو رو به صورت مفصل، ارکان وضو رو در قرآن کریم به ترتیب کاملا بیان کرده که میخواید وضو بگیرید این گونه وضو بگیرید. حکم مقاربت با همسر قبل از در هنگام عادت ماهیانه یا بعد از عادت ماهیانه چگونه باشد، اینها رو کاملا بیان کرده و مواردی دیگر از این قبیل که از نظر فقهی جزء در واقع از نظر شرعی جزء مسائل فقهی هستند، مسائل اجتهادی و فرعی هستند که می‌بینیم صراحتاً قرآن کریم اینها رو بیان فرموده. وقتی که در قرآن کریم از امامت ائمه اثنا عشر و از یک اصلی از اصول دین یا از اصول مذهب به صورت کلی نامی نیامده، به صورت کلی نامی نیامده، این دلیل بر این هست که این جزء اصول دین یا اصول مذهب نمیتواند که باشد. اگر جزء اصول مذهب باشد بدین معنی هست که یک چیز در واقع هست که خودشون اضافه کردن، ساختند و پرداختند و هیچ گونه دلیلی در قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ندارد. و آیاتی که در این زمینه استدلال میکنند این انشاءالله در جلسات بعدی به صورت مفصل خدمت بینندگان هر آیه را به صورت جداگانه و مفصل و مشروع خدمت بینندگان عزیز من عرض خواهم کرد. آیاتی رو که برای اثبات امامت هستند حتما شیعه مجبور هست که چشم خود را ببندد، آیات قبل را آیات بعد را در واقع نگاه نکند و حتما مجبور هست که برای اثبات این که این مطلبی که میگویند از قرآن ثابت بکنند و این معنی رو بر قرآن تحمیل بکنند حتما باید به یک روایت هم استدلال بکنند. هیچ آیه در قرآن کریم وجود ندارد از مستندات شیعه که بتوانند از آن امامت را بدون از رجوع به روایات و بدون تکیه کردن بر روایات این امامت را در واقع ثابت بکنند. و این دلیل بر این است که امامتی که منسوسه باشد یا جزء اصول دین باشد یا یک منصب الهی باشد در قرآن و حدیث چنین چیزی رو ما نداریم که انشاءالله در مرحله بعدی دلایلش به صورت گسترده این مطلب رو انشاءالله به آن خواهیم پرداخت. اما ادعایی که در اینجا آقای هلی کرده بود که امام باید حافظ شرع باشد، امام باید حافظ شرع باشد و چون که امام باید حافظ شرع باشد پس بنابراین علی می شود حافظ شرع و چون که اگر امام معصومی نباشد امکان دارد که اشتباه بکند و یک حکم شرعی در واقع نادرست به مردم تلقین بشود. پس بنابراین باید امام معصومی وجود داشته باشد و منسوسی که شریعت را حفظ بکند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه می فرماید که ما اساسا این مطلب را قبول نداریم. ما قبول نداریم که امام حافظ شریعت باشد. این مطلب را که امام باید به تنهایی بله امام باید حافظ شریعت باشد که به تنهایی شریعت را باید حفظ بکند، ما چنین مطلبی رو اساسا قبول نداریم. بل یجب ان تکون الامه حافظه للشرع، بلکه وظیفه تمام امت هست که شریعت را چیکار بکنند؟ باید حفظ بکنند. حفاظت دین و شریعت وظیفه یک نفر که امام باشد یا غیر امام، چه امام معصوم باشد یا غیر امام معصوم، حفظ شریعت صرفاً وظیفه یک نفر در واقع نیست و تمام امت باید این کار را باید انجام بدن به مجموعه. و این رو ما میدونیم که شیعه هم خواسته یا ناخواسته به این معتقد هست. به طور مثال حفاظت شریعت یعنی چی؟ حفاظت شریعت یعنی نقل قرآن، مثلا قرآن دست به دست برای مردم کاملا نقل بشود. دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم که منبع تشریع هست برای ما قرآن و سنت، دو اصل اساسی و منبع و مصدر اساسی هستند برای شریعت، اینها باید دست به دست باید بگردند. شیعه خواسته یا ناخواسته معتقد هست که خبر متواتر قوی تر از خبر واحد هست. خبر متواتر قوی تر از خبر واحد هست. یعنی این که اگر یک نفر باشه، یعنی دین شریعت رو مثلا ما فرض بکنیم که این دین
از علی نقل شده باشد، حسن از علی گرفته باشد و حسین از حسن و به همین صورت یکی علی، حسن، حسین، زین العابدین، نمیدونم باقر، تا مثلا به امروزه رسیده باشد. یک نفر از یک نفر از یک نفر تا اینکه مثلا میرسد به رسول الله صلی الله علیه و سلم. این یک گزینه. گزینه دوم این که 100 نفر از 100 نفر اینو گرفته باشند، 1000 نفر از 1000 نفر این روایت رو نقل کرده باشند. از نظر عقلی کدام یکی قوی تر هست؟ اون کثرت زیاد است. اون روایتی که متواتر هست، یعنی در هر نسلی صدها و هزاران نفر یا حداقل تعداد زیادی اون رو نقل کردن، این قوی تر هست و محکم تر هست و مورد اعتماد بیشتری هست از اون روایتی که یک نفر اون در واقع چکار کرده باشن، نقل کردن. پس بنابراین شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میگوید که ما اینو قبول نداریم که یک نفر باید حافظ شریعت باشد، مجموع امت باید حافظ شریعت باشد و کاری که مجموع امت انجام میدهد دقیقاً و قطعاً مورد اعتماد بیشتر باید واقع بشه، زیرا که در واقع متواتر هست و یک جمع غفیری در واقع این رو نقل کرده. پس بنابراین یک نفر نمیتواند حجت باشد و وظیفه حفظ دین بر یک نفر نیست و اساساً یک نفر هم نمیتواند که دین را به صورت کلی در واقع حفظ بکند. این یک مطلب. و مطلب دیگر اگر منظورش یعنی مجرد حفظ هست، مجرد حفظ دین هست، به معنی این که در واقع قرآن باشد، به طور مثال قرآن یا احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را ما که نگاه بکنیم، اگر منظور از این که امام باید وجود داشته باشد تا اینکه دین را حفظ بکند، به معنی این که قرآن را حفظ بکند یا سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را حفظ بکند، اگر منظور این هست، چون این اتفاقی در مورد هیچ یکی از ائمه شیعه اتفاق نیفتاده. هیچ یکی از ائمه شیعه از علی گرفته بنابر اعتقاد شیعه در مورد حضرت علی رضی الله عنه، در زمینه اعتقاد شیعه من عرض میکنم، اعتقاد اهل سنت و جماعت کاملا متفاوت است. هیچ یکی از ائمه شیعه تا به امروز نتوانستند که دین را حفظ بکنند. هیچ گونه نگهداری نکردند در مورد دین. در موارد زیادی هست در مورد حضرت علی رضی الله تعالی عنه که خودشون معتقد هستند که بسیاری از احکام ظالمانه و غیر اسلامی بود که خلفای قبلی میگویند که اضافه کردند در دین، اما حضرت علی رضی الله تعالی عنه کاری رو انجام نداد. فدک را باز نگردانید، نماز تراویح را تعطیل نکرد، نمیدونم متعه را جاری نکرد، یا موارد خیلی دیگری را که میگوید اگر من میخواستم که حکم شرعی را اجرا بکنم باید خیلی از زنها را از مردها باید جدا میکردم، اینها به ناحق با هم دیگر دارن زندگی زناشویی میکنن. نه تنها که بقیه زنهایی را که به ناحق ازدواج شده بودند، به تعبیر آقایون مثلا در جنگ‌های ردت گرفته شده بودند به ناحق، حتی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نتونست دختر خودش رو از عمر هم در واقع جدا بکنن، نه اینکه چه برسد به اینکه تمام زنهای دیگر را میخواد که از عقد ناجایز و نامشروع به تعبیر آقایون در واقع نجات بده. پس بنابراین ائمه شیعه هیچ کدام از اونها نتونستند که دین رو در واقع حفظ بکنند، زیرا که صحت دین امروزه از طریق هیچ یک از ائمه شیعه برای ما ثابت نیست. حفظ دین از طریق هیچ یکی از ائمه شیعه در واقع ثابت نیست. به طور مثال همین سوال بکنیم آیا مثلا صحت شرع و این در واقع نقل شرع فقط از طریق امام ممکن هست یا از طریق دیگران ممکن هست؟ آیا صرفاً باید امام اینو نقل بکند یا اینکه دیگران میتونند که نقل بکنند؟ اگر صرفاً باید امام باشد، چون این چیزی اصلا امکان پذیر نیست و عملاً اتفاق نیفتاده. عملاً اتفاق نیفتاده که امامان شیعه حافظ دین باشند، نه قرآن را حفظ کردند و نه اینکه احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم را حفظ کردند. و قرآنی که عملاً امروزه در اختیار مسلمانان هست، این غیر از قرآنی هست که ائمه اون را حفظ کردند. معتقد هستند که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه قرآن رو جمع کرد و آورد در محضر مردم که این قرآن من جمع کردم. خلفا گفتن ما نیازی به قرآن تو نداریم. اون قرآن رو جمع کردن. علی هم ناراحت شد، این قرآن رو برد و گفت که تا روز قیامت این قرآن رو نمیبینید. امروزه هم که با مهدی هست و روایات متعدد و زیادی دارن، وقتی که مهدی بیاید قرآن اصلی رو با خودش خواهد آورد. و شیعه امروز
خواسته یا ناخواسته مجبورند و چاره دیگر ندارند جز این که همین قرآنی رو که از طریق غیر معصوم به ما رسیده، قطعا از طریق حضرت علی نرسیده، زیرا که قرآنی که علی جمع کرده غیر از این هست. این قرآن از طریق غیر معصوم رسیده. اگر واقعا این قرآن سالم هست و این قرآن دین هست، پس بنابراین از طریق غیر معصوم به ما رسیده. اگر قرآن معتبر هست، این قرآن از طریق غیر معصوم به ما رسیده. هیچ شیعی تا حالا مثلا معتقد بر این نیست که این از طریق معصوم به ما رسیده باشد. حافظان قرآن، اون کسانی که جامع قرآن بودند، اونها افراد دیگری بودند غیر از ائمه اثنا عشر شیعه و این قرآن هم معروف است به قرآن در واقع عثمانی. و اگر حفظ دین بدون امام ممکن هست، اگر حفظ قرآن بدون امام ممکن هست، پس بنابراین در این صورت نیازی به وجود امام نیست و این دلیلی که آقای هلی در اینجا مطرح کرده نمیتواند دلیلی برای اثبات امامت علی رضی الله تعالی عنه یا یکی دیگر از ائمه 12گانه باشد. جناب استاد، آقای هلی همونطور که مثل قبل گفته بود، باز هم اینجا آخر این بحثش که شما گفتین، این بحث ادعای سومش گفتین که امام باید منصوب باشد و معصوم باشد از زلل و خطا، لغزش، و همچنین تا اینکه و در آخرشون گفته و غیر از علی کسی نمیتونه باشه که علی بالاجماع هست. لطفاً در این موارد اگر یکی از مواردی که در اینجا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کردند و وجه چهارم هست که سوال می کند که چرا جایز نیست که این عصمت در حفظ و در بلاغ، یعنی در رسانیدن این دین ثابت باشد برای مجموعه های مشخصی از امت، بدین معنی که مثلا قرآن را قاریان قرآن مثلا نقل کرده باشند، قرا و قاریان قرآن اون کسی که فقط یعنی در قرآن را در واقع حفظ کردند و دست به دست در واقع منتقل کردند، چرا نباید از نظر عقلی چه اشکالی دارد که مثلا یک گروه متخصص در قرآن باشند جز حافظان قرآن، اینها در هر زمانی حافظ قرآن باشند؟ یعنی این که مستقیما یک گروه زیادی مثلا از رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن را فرا گرفته باشند و در مرحله بعدی اینها هر یکی چندین شاگرد، صدها شاگرد داشته باشند و اونها قرآن را حفظ کرده باشند و در مرحله بعدی همچنین هر یکی چندین و صدها و هزاران شاگرد داشته باشند تا اینکه این در واقع قرآن حفظ شده باشند، بدون اینکه معصوم اینو بدون اینکه معصوم در این صورت نقشی داشته باشد. ما میدونیم که قرآن را رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها بر علی نخوندند. تنها قرآن از جانب الله متعال بر رسول الله نازل شده و رسول الله بلا استثناء بر تمام امت و بر تمام اصحاب خودش قرآن را در واقع میرسوندند و تلاوت میکردند، در نمازها تعلیم میدادند، آموزش میدادند قرآن را و هیچ اختصاصی به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نداشته. علی یکی از صدها و ده ها هزار صحابی بوده که در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و یکی از حلقه های این اجماع و این تواتر هست، خارج از این نیست. یکی از این حلقه های اجماع و تواتر هست. خب وقتی که فرض کنیم که 1000 نفر یا کمتر یا بیشتر قرآن را به صورت کامل از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده باشند، حفظ کرده باشند، این 1000 فرض کنیم که به 2000 حداقل هر نفر 2 نفر شاگرد هم داشته باشند، به 2000 نفر، بعدش به 4000، به 6000، به میلیون ها نفر تا به امروز مثلا رسیده باشند، این حد اقلش است. خب چه اشکالی دارد از نظر عقلی؟ آیا نمیتوانیم بر این اعتماد بکنیم ولو این که معصوم نباشد؟ اگر معصوم را مثلا از این دایره خارج بکنیم، باز هم این جمع کثیر دلالت بر صحت میکند. از این گذشته وقتی که معصوم به قول شما در اون باشد، باز هم همون حالت است، تفاوتی ندارد چه معصوم را شما اضافه بکنید در این تواتر و در این اجماع، چه اینکه این معصوم را حذف بکنید. عملا نتیجه کار در واقع یک چیزی هست. پس بنابراین از نظر شرعی، از نظر عقلی کاملا جایز هست که یک گروه متخصصی در هر زمان یک قسمتی و یک بخشی از شریعت را حفظ بکنند. محدثین احادیث را ضبط بکنند، حفظ بکنند، همون گونه که این کار را انجام دادند. اصحاب رسول الله احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را حرف به حرف و جمله به جمله حفظ کردند و اونها را نقل کردند به تابعین، تابعین به تبع تابعین تا اینکه امروز به ما کاملا رسیده و از طرق مختلف، نه از یک طریق بلکه از طرق مختلف ما رسیده که اعتماد کامل و 100% ما در این زمینه در واقع داریم. پس بنابراین این خودش این
مطلب ما رو بی‌نیاز از امام معصوم می‌کند. اگر امام معصومی هم وجود داشته باشد، قطعا یک امام معصوم وجود داره، در هر زمان یک امام معصوم هست. در هر زمان یک امام معصوم هست. نقل یک نفر از یک نفر بسیار و به مراتب ضعیفتر هست از نقل تواتر و نقل اجماعی که در هر زمان در واقع اتفاق می‌افتد. و وجه بعدی، وجه در واقع پنجمی که در اینجا ذکر کرده، همون مطلبی هست من قبلا هم اشاره کردم که تا کنون که 1300 سال تقریبا میگذرد از امام معصومی که باید وجود می داشت. از نظر عقلی آقایون میگن باید امام معصومی وجود می داشت که دین رو حفاظت بکنه. الان 1300 سال هست که این امام معصوم غیب شده. هیچ کسی هیچ گونه سراغی از این امام معصوم ندارد و هیچ گونه تلاشی و زحمتی برای حفظ دین در واقع از جانب امام معصوم به ما نرسیده. از این طریق معصوم که باید برسد، حداقل حفاظت دین حفاظت های اصول دین است. از قرآن اصلی بالاتر ما در واقع نداریم. منبع اول تشریح است. اگر قول معصوم فی ذاتی هم حجت باشد، بالفرض اینکه ما قبول بکنیم هر چی مهدی بکنه بگوید مانند قول رسول الله و قول رسول الله هم قول الله متعال، از روایتی که دارند حدیث و ابی حدیث و جدی الی آخر که میرسد به رسول الله و قول رسول الله هم در واقع حرفشون حرف الله متعال. بالفرض که ما بپذیریم که گفتار معصوم حجت باشد، درست، گفتار قرآن، آیات قرآن حجیتش از قول معصوم بیشتر است. همون گونه که آیات قرآن حجیتش بالاتر از حجیت گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. بالفرض که این گونه باشد، برای حفظ دین ما نیاز داریم که به اصیل ترین و اساسی ترین منبع تشریع رو باید این ائمه معصوم باید حفظ می‌کردن. امام معصوم الان کجا هست؟ هیچ سراغی از اون نیست. بالفرض که ما توجه بکنیم، بالفرض که ما قبول بکنیم که بله ما قبول داریم این قرآن رو از علی، از رسول الله صلی الله علیه و سلم، علی اینو تحویل گرفته و حسن و حسین هر یکی از پدر و جد خودشون این قرآن رو کاملا نسل به نسل چیکار کرده باشند؟ نقل کرده باشند. بالفرض این که ما بپذیریم این نقل معصومین رو، نقل ائمه معصومین رو، بالفرض که این رو حجت قرار بدیم، بقیه امت رو ما کنار بگذاریم، خب از 1300 سال به بعد این قرآن رو کی به دست شما رسونده؟ دقیقاً اون مهدی با خودش برده و هنوز به نه گذشته از اون مطلب دیگری هست که اون قرآن رو که علی نوشته بود معصوم با خودش برده. همین قرآن فعلی از کجا برای ما حجت باشد؟ آیا این قرآن رو ما از دست مهدی تحویل گرفتیم؟ به هیچ عنوان. این قرآن که هیچی، حتی یک کلمه و یک حرف از مهدی به ما نرسیده. اون چیزی هم که بالفرض که قبول بکنیم که این قرآن تا مهدی رسیده باشد، طریقش معصوم هست، قبول داریم که معصومین قرآن را حفظ کردن، اما این معصوم آخری برای قرآن چیکار کرده؟ آیا قرآن رو به ما داده، معرفی کرده؟ عملا شیعه باز هم مجبور شدند که این قرآن رو از طریق غیر معصومین بگیرند. اگر از طریق اهل سنت و الجماعت نگرفته باشند، اگر از طریق خلفا ابوبکر و عمر و عثمان نگرفته باشند، از طریق شاگردان امام مهدی گرفته باشند، اصحاب مهدی و نواب اربعه و بعد از اون نواب دروغینی که بودند و راویان شیعه، خب این راویان شیعه مانند خود امام که معصوم نبودند، باز هم این قرآن از طریق غیر معصوم در واقع به ما رسیده. باز هم برمیگردیم، خب اگر از یه سوال بکنیم که این قرآن به چه دلیل برای شما معتبر هست؟ به چه دلیل این قرآن برای شما حجت هست؟ خب این کی به شما رسونده؟ خب معصومین رسوندند. معصومین تا کجا رسوندند؟ تا سال 200 در واقع 60 یا بعد از اون یک دو سالی بالفرض ما بین غیبت صغرا یا حداقل بعد از غیبت در واقع کبرا هم میگن حساب بکنیم. خب در اون تا اون زمان امام معصوم اینو در واقع اومد و رسون. بعد از اون به چه دلیل ما میتونیم بر این قرآن اعتماد بکنیم؟ جوابشون این است که بعد از امام معصوم، امام دوازم، صدها و هزاران نفر این قرآن رو برای ما نقل کردن. و این تواتره برای ما. درست. خب اگر این تواتری که اهل سنت و الجماعت دارن، اگر تواتر شیعه که امروزه عدد معدودی هستند در جهان اسلام و قطعا در اون زمان کمتر بودن، اگر تواتر شیعه معتبر هست، پس تواتر اهل سنت و الجماعت به طریق اولا باید در واقع معتبر باشد. پس بنابراین باز هم
این وجود معصوم عملا هیچ کاری برای امت در واقع نکرده و این نمی شود که حجت شرعی باشد برای اثبات امامت. این از نظر عقل ما نمی توانیم که امامت حضرت علی رضی الله تعالی عنه یا یکی دیگر از ائمه 12گانه را اثبات بکنیم. جناب استاد، پس طوری که شما گفتین با این وجود که اگر ما باز هم بپذیریم که این از امام به امام دیگر نقل شده باشه قرآن، باز هم شیعه ناچار است به هر صورت ناچاره که اینو بپذیره که از اون امام که آخرین ملاقاتش با شاگردانش در چه زمانی بوده، سال 200 300 400 هر چی بوده، 100 سال 200 سال بعدم که بوده، بعد همین شیعیان امروزی بر این نظریه و عقیده هستن که این از به طریق تواتر و اصحاب حدیث به ما رسیده، اصحاب حدیث شیعه به ما رسیده. دقیقاً همون حرفی که اهل سنت میگن که از صحابه به ما رسیده، یعنی تواتر اهل سنت قوی‌تر و به حساب جمعیتش بیشتر از تواتر شیعه که چه از اول بوده چه از زمان ائمه معصوم. یعنی خود امام 12 فعلا در ایفای و یا بیان قرآن هیچ نقشی نداشته. این که عرض کردم اینو تنزلا عرض کردم. درست. بالفرض این که ما بپذیریم این اصل شیعه رو که درست. معصومی باید وجود داشته باشد که دین رو حفظ بکنه. دقیقاً. دین حداقلش قرآن رو حفظ بکنه. اگر چیزی دیگر رو نمیتواند حفظ بکند حداقلش قرآن رو حفظ بکند. بالفرض که ما قبول بکنیم که علی، حسن، حسین، زین العابدین، باقر، نمیدونم جعفر و تا امام 12 شیعیان قبل از غیبت کبراش، بالفرض که بپذیریم این قرآن رو حفظ کرده باشند، از طریق معصوم رسیده باشد تا امام 12، بعد از امام 12 تا به امروز از کجا این قرآن به ما رسیده؟ یعنی طریق معصومی وجود ندارد. پس بنابراین معصومین که یک معصوم که هیچی، 12 معصوم امروزه نتوانستند قرآن را برای ما حفظ بکنند، زیرا این چیزی که برای دست ما رسیده از طریق معصوم نرسیده. و گذشته از این که روایات متعددی رو دارند و زیاد دارند که قرآن اصلی رو که واقعا بدون کم و کاس هست و قرآن 17000 آیه هست، اون با امام مهدی هست و هر وقتی هم دلش خواست شاید سر فرصت هم تشریف بیارند و اون قرآن رو بیارند. عملا امت اسلامی در واقع به استثنای 2-3 قرنی از قرآن حقیقی و از دین حقیقی محروم هستند، به همون گونه که اهل سنت محروم شدند که ایمانی به این امامت مزعوم ندارند، شیعه هم در واقع در این زمینه محروم شدند و قرآن را از مصدر و از یک طریق مطمئن نتوانستند که دریافت بکنند. مطلب دیگری که آقای هلی در اینجا اشاره کرده بود و در وجه سوم اینو گفته بود، این مطلب بود که گفته بود چون که وحی قطع شده پس بنابراین نیازی به امام هست، چون که وحی قطع شده و در قرآن و حدیث تمام جزئیات تا روز قیامت بیان نشده، پس بنابراین نیازی به امامی وجود داره که معصوم باشد و بدون هیچ گونه خطا و اشتباه احکام شرعی رو برای مردم ابلاغ بکنند. الان سوال اینجا هست که این امام معصوم که شما میگید که وحی قطع شده و قرآن در واقع تمام احکام رو بیان نکرده یا رسول الله تمام احکام رو بیان نکرده، منظور شما از این احکام کلی هستند، کلیات هستند یا جزئیات هستند؟ درست. کلیات هستند یا جزئیات باشند. اگر منظور شما این باشد که قرآن جزئیات رو بیان نکرده که این حق هست و واقعیت هست، خب این عملاً برای امام هم میسر نیست. همان گونه که بعد از قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام جزئیات رو تا قیامت بیان نکردند، علی تا قیامت هم بیان نکرده. درست. حسن هم تمام جزئیات رو تا قیامت بیان نکرده، همچنین زین العابدین و باقر رو تمام تا قیامت اینها رو بیان نکردند. امام 12 هم امروزه که رفته غایب شده تمام جزئیات تا قیامت رو برای ما بیان حتی کلیات رو بیان نکرده. میگم کلیات که بحث جداگانه است، جزئیات رو کسی برای ما بیان نکرده. فرض بکنیم که این امام معصوم در واقع غایب نمی بود، فرض بکنیم که امام معصوم غایب نمی بود و وجود می داشت، آیا باز هم میتونست تمام جزئیات رو برای مردم بیان بکنند؟ باز هم امکان پذیر نبود. بعد از امکان پذیر نبود که تمام جزئیات رو در واقع بیان بکند. پس بنابراین وقتی که اساساً این امکان پذیر نیست و جالب اینجا هست که 1 نفر نه 2 نفر نه 12 امام اومدند، 12 امامی که برخلاف رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله عالم به ما کان
به ما یکون نبود، عالم الغیب نبود. این همه معجزاتی که هزاران معجزه هست برای ائمه ثابت کردن، اینها رو رسول الله صلی الله علیه و سلم نداشت. باز هم 12 امام که عالم به ما کان و به ما یکون بودن، 12 امامی که عالم الغیب بودن، 12 امامی که هر شب جمعه علمشون بروز می شده و اضافه می شده، اینها هر 12 امام را که یک جا ما قرار بدیم، باز هم نه اینکه تا قیامت تمام جزئیات رو بیان نکردن، تا امروزه هم اینو بیان نکردن. نه تا به امروزه، حتی در زمان خودشون تمام جزئیات رو، همون ابتدای آخر امامت حسن عسکری رو نگاه بکنیم، تمام جزئیات آن روزگار رو این ائمه در واقع بیان نکرده بودن. اگر بیان کردن بیاری برای ما نشان بدید کجا هست این جزئیاتی که ائمه در واقع تا قیامت اینها رو بیان کردن. اما اگر منظورتون این باشد که در واقع کلیات باشه، این حرفتون خلاف واقع هست. قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کلیات را دقیقاً بیان کردن، به استثناء یک کلی را. اصول را همه را بیان کردن به استثناء یک اصول که اونم اصل امامت از دیدگاه مذهب شیعه. بقیه اصول را و کلیات را به صورت کامل برای ما بیان کردن که امروزه اهل سنت و الجماعت که هیچی، شیعه هم از همین کلیات استدلال میکنند و استنباط میکنند. فقها و مراجع شیعه همانند اهل سنت و الجماعت از این کلیاتی که وجود دارد در قرآن و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، حوادث نازله را، حوادث جدید را استنباط میکنند، احکامشون را. پس بنابراین نیازی به امام معصوم نیست. اگر الان سوال اینجا هست، هر انسان عاقلی رو مثلا سوال بکنیم که ای شیعه، ای سنی، ای مسلمانان، آیا امروزه دین شما ناقص هست یا کامل هست؟ آیا آنچه امروزه مراجع شیعه به شما فتوا میدهند این حکم خدا و حکم شرعی هست یا نیست؟ اگر نیست، خب نباید اتباع بکنید، پیروی بکنید. اگر واقعا این حکم ملزم هست بر شما، شما باید تقلید بکنید، باید احکام نماز و روزه و زکات حجتون را بر مبنای فتوای مجتهد خودتون انجام بدید. بدین معنی هست که نیازی به امام معصوم نیست، جایگزینش کاملا وجود داره. به چه دلیل؟ به این دلیل که الله متعال و رسول الله صلی الله علیه وسلم کلیات را برای ما بیان کردند و این کلیات و این قواعد و اصول استنباط و اجتهاد در هر زمانی برای ما قابل استدلال هست و قابل اجتهاد هست. با اجتهاد ما میتونیم که احکام تمامی جزئیاتی که برای انسان ها تا قیامت به اتفاق میافتد، اون جزئیات را ما حکمشون رو برای در واقع از قرآن و حدیث استنباط بکنیم. جزئیاتی که در زمان ما هست، خب علمای معاصر اون استنباط میکنن، مجتهدین معاصر. برای 100 سال بعد، 1000 سال بعد هم علمایی خواهند اومد که جزئیات و حوادث آن روزگار را و اتفاقات جدید را استنباط میکنند از آیات قرآن و از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس بنابراین این ادعای کرده که چون که وحی قطع شده بنابراین باید امام معصومی باشد، این ادعای قابل قبولی در واقع نیست و وجیهی رو هم در این زمینه وجود ندارد. پس جناب استاد، بنابراین که شما ذکر کردین که اگر ما قرار باشه این احکامی که آقای هلی آورده که بعضی انقطاع وحی، بعضی اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله از این دنیا رفتن، نیاز به امامی است که حافظ شرع باشه که تا اون به حساب احکام رو بیان کنه، اونها که در کتاب سنت به اونها اشاره نشده و بیان نشده. یعنی اگر در حدوث که اگر جزئی هم باشه که محال گفتیم که اصلا هیچ امامی بیان نکرده از امامان 12گانه، این کار رو نه قرآن کرده، نه پیامبر کرده، نه علی و نه 12 امام، هیچ کسی تا امکان نکرده و اساسا امکان هم ندارد چون این امری صورت بگیرد. و همچنین اگر از لحاظ کلی بگیم که قرآن بیان کرده که اهل سنت از زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله وفات کردن، صحابه، تابعین، تبع تابعین و الی یومنا هذا، دقیقاً مجتهدین و علمای اون زمان مثلا احکام جدیدی که می اومده استنباط میکنن و قیاس میکنن از مسائلی که به حساب در کلیاتش در قرآن و حدیث اومده که شیعه هم دقیقاً همین کار رو میکنه. پس و از این گذشته هم یک چیز جالبی که در منهج فقها وجود داشته. وقتی ما میگیم فقها یعنی شاگردان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که اصول متکلمین، اصول فقه بر دو قسم تقسیم میشه، اصول فقها و اصول متکلمین. روش ائمه احناف و بزرگان احناف در قرون گذشته این بوده که یک جلساتی رو تشکیل میدادند، تصور میکردند، یعنی مسئله رو می ساختن، مسئله اتفاق نیفتاده، حادثه اتفاق نیفتاده، احتمال 100 سال دیگه بله احتمال داره 100 سال دیگه اتفاق بیفته و چه بسا برخی تا به امروز هم اتفاق نیفتادن. تصور میکردن اگر چنین و چنان بشود حکمش چیست.
این جزئیات را آوردن در کتاب‌های فتاوا و کتاب فقهی، این جزئیات رو در واقع بیان کردن و بسیاری از این در واقع جزئیات هم برای عقل امروزی شاید یک چیزهای خنده‌آوری باشد، اما چون که با اصول شرعی می توانیم که تمام جزئیات را، هر چیزی که برای ما قابل تصور باشد حکمش را از قرآن و حدیث استنباط بکنیم، فقها نشستن و یک صورت مسئله هایی رو تخمین زدن، اگر چنین و چنان بشود حکمش چی هست، اینو به مشوره میگذاشتن و حکمش رو در واقع از آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم استنباط میکردن. پس بنابراین در هر زمان چنین علمایی که آشنا با قرآن و با حدیث و با اصول استنباط و اصول فقه آشنا هستند، میتوانند که احکام نوازل را، یعنی حوادث جدید را در هر زمانی از قرآن و حدیث کاملا استنباط بکنند و نیازی به امام معصوم در این زمینه وجود ندارد. و شیعه هم معتقد هست که اون کسانی که مجتهد هستند اجتهاد میکنند، اجتهاد اونها ملزم هست، در واقع ملزم هست، یعنی این که بر یک مقلد و به یک فرد عامی واجب هست که باید حرف این مجتهد رو باید چیکار بکند؟ قبول بکند و بر مبنای آن الله متعال را عبادت بکند. این عملا چیزی هست که در غیاب امام معصوم این عمل را هم شیعه انجام میدهند و هم اهل سنت، یعنی این که نیازی و جای پایی برای امام معصوم در واقع وجود ندارد. خب ممنون سپاس جناب استاد، واقعا به نکات جالب اشاره کردین که من خودم خیلی برایم نکات ارزنده و جالب و همچنین تازه‌ای بود و یقینا برای بینندگان و خصوصا اونهایی که شیعه هستن و دنبال مرجع تقلید افتادن که یه روزی اجل ولی یک الفرج که این جمعه نیومد، هفته دیگه هفته آخر میترسم نه شنبه بیاد و جمعه نیاد، ولی این امام معصوم با آن که 1200 خورده سال یا 1300 سال میشه رفته و از چشمها، اگرش اولا چشم اونو ندیده، از چشمها غایبه، هیچ مسئله را برای مردمش بیان نکرده و هم را در گمراهی گذاشته، چون که باید به تعبیر آقای هلی و دیگر شیعیان باید امام معصوم مبین یا بیان کننده قرآن و احادیث پیامبر باشه که اون هم رفته گم شده. خب با هم یک میانبرنامه میبینیم، باز هم همراه شما عزیزان خواهیم بود. المناهل والدروس للدين تهذيب النفوس ومع الأحبة نلتقي لله قد خضعت رؤوس نمضي على أسماء الثور نبني المواعظ والعبر وبها نعيش وننتقي أغلى المعاني والصور أغلى المعاني والصور من هدي أخلاق الرسول شرح العقيدة والأصول هدي الحبيب محمد في الشفاعة والقبول من هدي أخلاق الرسول شرح العقيدة راحة تنجيك في يوم المعاد قف للإله وناجه تنل السعادة والرشاد تسقي حياتك راحة تنجيك في يوم المعاد قف للإله وناجه تنل السعادة والرشاد قم للصلاة وأدها ارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد دع عنك الثقال الهوى تلقى الهداية والسداد وارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد دع عنك الثقال الهوى تلقى الهداية هي الحياة هي العباد وعمر بيوت الله لا تركن لساعات الرقاد إن الحياة قصيرة والعمر ماض للنفاد وعمر بيوت الله لا تركن لساعات الرقاد إن الحياة قصيرة والعمر ماض للنفاد هي الحياة
هي العباد. واخفض جبينك ذلة واسجد لربك بانقياد. زود حياتك طاعة إن الصلاة لخير زاد. واخفض جبينك ذلة واسجد لربك بانقياد. زود حياتك طاعة إن الصلاة لخير زاد. به همه بینندگان عزیز و گرامیان محترم، جناب استاد بحث سوم که آقای هلی مطرح کردید که امام باید حافظ شرع باشد و نکاتی که پیرامون بود که علامه ابن تیمیه به اونها پاسخ داد و چند نکته و وجوهی موندید بر رد کلام آقای هلی، بفرمایید اونها رو ارائه بدین. یکی دیگر از وجوهی که در واقع رد کرده شیخ الاسلام ابن تیمیه بر کلام هلی استدلال از آیاتی است که در قرآن کریم وجود دارد در مورد حجیت قول رسول الله صلی الله علیه و سلم و اینکه هر پیامبری در هر زمانی رسالت خودشون رو کاملا انجام دادند و آنچه بر عهدهشون واجب بوده به مردم ابلاغ کردند. به طور مثال در سوره ابراهیم آیه 4 الله متعال می‌فرماید و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. ما هر پیامبری رو که فرستادیم با زبان خود اون قوم فرستادیم تا اینکه برای اونها بیان بکند، یعنی احکام شرعی را، دستورات الله را، بایدها و نبایدها را و شایسته و ناشایسته را باید برای مردم کاملا تبیین بکند. یعنی حجت بر مردم کاملا واضح و آشکار باشد، جای اغمازی، جایی برای ابهام در واقع وجود نداشته باشد. این معنی تبیین هست. یا این که باز هم الله متعال مثلا در سوره نساء آیه 165 میفرماد لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، که بعد از پیامبران در واقع بر مردم حجتی باقی نماند، یعنی با وجود پیامبران و با ارسال پیامبران حجت الله بر مردم کامل باشد. هیچ کسی دیگر بهانه‌ای در این زمینه نداشته باشد که حکم الله به من نرسیده، حکم الله به من تبیین نشده، من شریعت به من نرسیده. و وظیفه‌ای که تمام پیامبران داشتند و ما علی الرسول الا البلاغ مبین، وظیفه تمامی پیامبران و تمامی رسولان بلاغ مبین بوده، نه بلاغی که در واقع در آن ابهامی وجود داشته باشد، بلاغی که نامفهوم باشد، بلاغی که صریح نباشد. این بلاغ گفته نمی شود. بلاغ باید بلاغ مبین باشد، یعنی به صورت واضح و آشکار احکام شرعی را به مردم کاملا منتقل بکند که هیچ گونه بهانه‌ای و در واقع حجتی برای مردم وجود نداشته باشه، جایی برای بهانه‌گیری نباشه. امروز اگر بخوایم همین مطلب را در واقع تطبیق بکنیم بر دلایل امامت ائمه اثنا عشر، درست، به به اتفاق آقایون شیعه تا به امروز هیچ دلیل صحیح و صریحی وجود ندارد برای اثبات امامت در واقع ائمه اثنا عشر. اگر روایتی صحیح باشد صراحتی بر امامت ندارد، مانند واقعه قدیر که هیچ گونه دلالتی بر امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ندارد و خود علی رضی الله تعالی عنه هم چنین چیزی رو نفهمیدند از این آیه، حتی اصحاب هم چنین چیزی رو نفهمیدند و در این دلایل مفصل است که ان شاء الله در بحث آیات و روایت اینو به صورت گسترده ما بررسی میکنیم. در میان آیات هیچ آیه وجود ندارد که صراحت داشته باشد و تبیین باشد، اتمام حجت بکند بر مردم برای اثبات امامت علی. پس وقتی که الله متعال حتی یک آیه را، یک حدیث صحیح و صریح و صحیحی رو برای ما باقی نگذاشته که ما استدلال بکنیم برای امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، چگونه حجت بر ما ثابت شده؟ و کلام دیگر ادعای آقای هلی این بود که
باید معصومی وجود داشته باشد تا اینکه دین رو به مردم ابلاغ بکند. جزئیات کامل وجود دارند که حکم شرعی در واقع در مورد آنها نیست و وحی قصد شده، باید امام معصومی وجود داشته باشد. با توجه به این آیاتی که در اینجا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کردند، سوال میکند از شیعیان، از آقای هلی و هلی هایی که تا به امروز وجود دارند، آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم با دستورات ایشان، با رسالت ایشان حجت بر مردم در واقع قائم شده یا قائم نشده؟ درست. آیا با مبعوث شدن رسول الله صلی الله علیه و سلم بر صحابه و بر بعدی ها، ما مسلمانانی که تا به امروز هستیم، آیا حجت الهی بر ما ثابت شده یا ثابت نشده؟ درست. اگر بگند که ثابت نشده، خب این آیات زیر سوال می رود. آیات به صورت صراحتاً این مشخص کردند که ما هر پیامبری را با زبان خود اون قوم فرستادیم تا اینکه برای اونها تبیین بکند و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، باید بلاغ مبینی رو در واقع انجام بدهد، به صورت واضح و آشکار احکام را به مردم برساند. و لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول، بعد از پیامبران دیگه جایی برای بهانه‌گیری نداشته باشد، یعنی با ابلاغ رسول و با ارسال رسول حجت باید برای مردم کامل باشد. آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم با بعثت ایشون و با فعالیت‌های ایشون حجت بر مردم ثابت شده یا ثابت نشده؟ اگر بگویند که ثابت نشده، خب این آیات همه زیر سوال میروند. اگر بگویند حجت کامل شده بر امت با وجود رسول الله، با قرآن، با احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، پس در این صورت نیازی به معصوم دیگری ما نداریم که حجت الله را ثابت بکنند. حجت الهی توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم قائم شده، اصولی که باید جزء اصول باشند اونها تبیین شده و هیچ حکمی رو رسول الله صلی الله علیه وسلم فروگذار نکردند، حتما اونو برای مردم کامل بیان کردند. اما برعکس 12 امامی که شیعه با معتقد به اونها هستند، به هیچ عنوان کلامشون برای ما که هیچ، حتی برای شیعیان هم حجت نیست. برای ما که به جای خود حتی برای شیعیان هم حجت نیست. شیعیان معاصرشون، نه شیعیان معاصر نه شیعیان اون زمان. درست. نه معاصر و نه اون زمان، به دلیل این که بسیاری از ائمه، حتی زراره مثلا تعریف میکند که در واقع هم امام باقر و هم امام جعفر و دیگران در یک مسئله چندین فتوا میدادن. یک سوال رو یک نفر می آمد میپرسید، یک نفر جواب میداد. زراره میگه که من پرسیدم، امام یک جوابی داد. من نشسته بودم، یک نفر دیگر اومد، امام یک جواب دیگر داد. سوال همین یکی هست. یک نفر دیگر اومد، امام باز جواب داد، یک جواب دیگر داد. من عرض کردم که امام این چه وضعیتی هست؟ این سوال یکی هست، 3 جواب شما دادید و هر 3 جواب با هم دیگر تعارض داره. امام فرمود که این برای شما بهتر هست، برای شما بهتر هست و ابقا لنا، برای ما هم ماندگارتر هست، باعث ماندگاری ما می شود. و گذشته از این احتمال تقیه در تمام روایات شیعه وجود دارد. شیعه امروز معیار دقیقی که روایات تقیه رو از غیر تقیه مجزا بکنند و متمایز بکنند اصلا وجود ندارد. این خودش برمیگرده به نظر فقهای امروز. این آوردن ملاکی رو قرار دادن، ما خالف العامة ففیه الرشد. پس بنابراین اقوال ائمه 12 امامان شیعه و 12 امامشون، اقوالشون حتی برای خود شیعیان هم تبیین نشده و حجت نیست، زیرا که یا با کنایه بوده یا با خوف تقیه بوده و این احتمال تقیه با تمام این در تمام این روایات کاملا وجود داره. پس بنابراین اگر بگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم حجت رو کامل نکرده، تبیین نکرده، کفر ورزیدن به قرآن، خلاف قرآن هست. اگر بگویند که نه، رسول الله صلی الله علیه و سلم با بعثت ایشون حجت بر امت کامل شده و هیچ چیزی رو ایشون فروگذار نکردن، پس بنابراین بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیازی به حجت دیگری در واقع باقی نمیماند. در اینجا یک جمله رو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دارن که من میخوام این متن خود ایشان را خدمت بینندگان عزیز بخونم. ایشان در آخر میگه که و بالجمله، به صورت کلی، دعوا هؤلاء المخذولین ان دین الاسلام لا يحفظ ولا يفهم الا بواحد معین. میگه این ادعایی که این انسانهای ناموفق، آقای هلی و دیگران که چنین ادعایی رو انجام دادن و با چنین وجه عقلی میخواند که امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو ثابت بکنند، میگه ادعای این انسانهای ناموفق که ادعا میکنند که دین اسلام حفظ نمیشود و فهمیده نمیشود مگر با وجود یک فرد معینی،
یعنی امام معصوم که باشد. میفرماد من اعظم الافساد لاصول الدین، این بزرگترین ضربه به اصول دین هست، بزرگترین افساد و باطل کردن اصول دین هست. و میفرماد و هذا لا یقوله و هو یعلم لوازمه الا زندیق ملحد. میگه این حرف رو نمیتواند یک انسان بزند دانسته این حرف رو بزنن. انسانایی که نادانسته این حرف رو بزنند خب گناهی بر اونا نیست. میگه یک انسان عاقل نمیتواند چنین حرفی رو بزند و دیده و دانسته چنین حرفی رو بزند مگر زندیقی که ملحد باشد، مگر یک انسان زندیق ملحد قاصد لابطال الدین که هدفش ابطال دین باشد. ولا یروج هذا الا على مفرط فی الجهل و الضلال. و این وجه عقلی برای هیچ کسی قابل قبول و قابل پذیرش نیست مگر بر کسی که در جهل و در ضلالت دیگه نهایتش باشد. و واقعا این گونه هست. اگر واقعا این برای شما معیار باشد، میخواید امامت علی رضی الله تعالی این گونه ثابت بکنید، امامت علی رو ثابت نکردید و تمام در واقع دین مبین اسلام را، قرآن را، رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم را به صورت کلی شما در واقع زیر سوال بردید. و مطلب پایانی که در این زمینه وجود داره این است که امروزه قرآن کریم با نقل غیر ائمه، همون گونه که اشاره کردم، امروزه در میان مسلمانان وجود دارد. این قرآنی که به ما رسیده برای ما کاملا حجت هست. شیعیانی که امروز عوام شیعه هستند اونا معتقد هستند که قرآن تحریف نشده و قرآن حجت هست. اونا هم معتقد به این هستند و عملا هم اگر عموم شیعه، علمای شیعه معتقد باشند که این قرآن امروزه برای ما حجت هست، چه امام فرموده باشه که فعلا به همین قرآن اکتفا بکنید، چه امام نفرموده باشه، این قرآن عملا از طریق اهل سنت و الجماعت یا حداقل قبول بکنیم که از طریق شیعه به شیعه رسیده باشد، از طریق غیر معصوم دست شیعیان امروز رسیده. اگر این قرآن حجت هست پس بنابراین نیازی به معصوم نیست، حجت با این قرآن ثابت شده. احکام قرآن اگر واقعا این قرآن اصلی هست که امروزه در میان ما وجود دارد بدون این که معصوم در این زمینه نقشی داشته باشد، اگر واقعا این قرآن باطل باشد، در واقع تحریف شده باشد یا اینکه حجت نباشد، پس بنابراین وجود امام هیچ گونه مصلحتی رو برای ما در این زمینه نداشته. حداقل مصلحت وجود امام معصوم حفظ قرآن بوده که عملا چنین قرآنی رو در واقع حفظ نکرده. پس بنابراین امروزه مسلمانان قرآن دارند، قرآنشون حجت هست، ثابت هست و به صورت قطعی به ما رسیده، در صورتی که اصلا امام معصومی وجود ندارد. یعنی این که امکان دارد و عملا این گونه بوده که شریعت اسلامی کامل هست، هیچ گونه نقصی رو ندارد، قرآن کامل به ما رسیده، احادیث کامل به ما رسیده، بدون این که امام معصوم در این زمینه نقشی داشته باشد. پس بنابراین از نظر عقلی هم برای حفظ اسلام، برای حفظ دین نیازی به امام معصوم نیست. خب جناب استاد شما به چند نکته بالا اشاره کردید، من می‌خواستم یک نکته خیلی جالب برداشت کردم از اون آیه که شما رو در رابطه با این اشاره کردین که خداوند متعال در سوره نساء میفرماید که لعل یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. خداوند پیامبران رو فرستاد تبیین قرآن و بقیه احکام رو کردن تا حجتی باشد بر مردم و بعد از اینکه پیامبران برند بینه بدون حجت نباشن. جناب استاد همین آیه خودش کلا ریشه امامت رو میزنه. یعنی میگه که وقتی پیامبران از این دنیا رفتن، وقتی بعد الرسل میگن که پیامبر ما هم یکی از رسولانه، یکی از رسولی است که خداوند در این آیه آورده. یعنی وقتی که پیامبر دین رو بیان کردن، احکامی که خداوند نازل کرده اونها رو بیان کردن، دیگه حجت شد بر مردم که دیگه بعد از که در قیامت بیان دیگه بر علیه پیامبر حجتی نداشته باشن. و کلا همین ریشه امامت رو میزنه که قرآن بیان کرد، رسول الله بیان کردن و دیگه نیازی به کسی دیگه نداره، نیازی به هیچ کس نیست. و همونطور که اشاره کردین این قرآن که در دسترس ما هست، اولا که یک دلیل اصلا حتی نیمه صحیح هم ندارن که همین قرآن رو از معصوم به ما رسیده باشه، از معصوم. این نقطه‌ای بود که دقیقا من بهش اشاره کردم که بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم حجت کامل شده، نیازی به حجت دیگری نیست. بدین معنی هست که امروز شیعیانی که وجود دارند، آیا از نظر مراجع شیعه این سوال رو پاسخ بدند، مجامع علمی شیعه، مراجع شیعه، علمای شیعه، اگر یک شیعه
اگر یک شیعه امروز مثلا از دین به صورت کلی از دین خارج بشود، نه اینکه از مذهب خارج بشود، از دین اسلام خارج بشود به دلیل این که حجت بر من قائم نشده، امامی که قولش برای من حجت باشد، من چون این امامی رو ندیدم. امامی که مستقیم امام معصوم، بله قطعا، یعنی دین رو باید از امام معصوم بگیرند، یعنی واسطه نباید باشد. و وجود یعنی فلسفه وجود امام معصوم برای شیعه همین هست که هر شخص رو باید دین بدون واسطه مستقیما از امام معصوم برسد. معصومی که 1000 سال قبل بوده، 1300 1400 سال قبل بوده، میگن برای ما حجت نیست. و اگر قولش هم به ما رسیده باشد از طریق غیر معصومی رسیده و قول غیر معصوم به هیچ عنوان حجت نیست. اگر یک شیعه امروز بگوید که کفر بکند به صورت کلی به قرآن، به حدیث، به ائمه، به اسلام به صورت کلی کفر بکند و در روز قیامت پیش الله متعال مثلا بگوید که پروردگارا حجت من این بوده که حجت تو بر من قائم نشده، معصوم نیومده به من بگه که نماز بخون، روزه بگیر یا فلان کار شرعی رو انجام بده یا معتقد به امامت ائمه اثنا عشر باش، آیا الله متعال حجت این فرد رو، بهانه‌اش رو در روز قیامت قبول خواهد کرد یا خیر؟ اگر طبق عقل بگیریم باید قبول بکنید، چون که واقعا حجت درش قائم نشده. اگر این گونه باشد خب باید بنابر مذهب شیعه باید الله متعال قبول بکنه. فعلا ما باید تمام شیعه باید قید اسلام رو بزنن، زیرا که حجت بر ما قائل نشد. هر وقتی که امام معصوم آمد، دین رو آورد، قرآن رو آورد، قولش ما شنیدیم، برای ما حجت بود، اون وقت ما بر اون عمل میکنیم. تا زمانی که امام معصوم نیومده ما وظیفه ای رو نداریم. تا زمانی که پیامبری مبعوث نشده مردم چگونه حکم الله متعال رو بدونن؟ وجود معصوم فلسفهش این رو بیان کردند که باید یک کسی باشد که قولش حجت باشد برای مردم و دین را به صورت صحیح به مردم بیاموزند. تمام مراجع شیعه ما اطمینانی بر اونا نداریم، همه غیر معصوم هستند و وقتی که طریق از این دین از طریق غیر معصومی به ما برسد حجیت ندارد، پس بنابراین الله متعال هم نباید کسی رو در این زمینه مؤاخذه بکند. و همین نقطه هست که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میگند که این حرف رو فقط یک کسی میتونه بزنه که در واقع زندیق ملحدی باشه و هدفش ضربه زدن به اسلام باشه. انسان عاقل و مسلمان نمیتونه چنین ادعایی رو در واقع داشته باشه. و دقیقاً جناب استاد، اندازه‌ای که شیعه هم به اسلام ضربه زده در طول قرون، چه در جنگ‌های صلیبی چه در جنگ‌هایی که هلاکو خان و بقیه مغول‌ها به ایران حمله کردن و در هر جا کلا نگاه کنین دقیقاً هیچ کس به اسلام ضربه نزده. این نقطه رو اجازه بدید که من در قالب دیگر اینو بیان بکنم. شیعه ضربه نزده، امامت ضربه زده به اسلام. شیعه ضربه نزده. شیعه چیزی که شیعه رو متمایز می‌کند از دیگر مسلمانان، از اهل سنت و الجماعت، بحث مسئله امامت هست. امامت را کنار بگذارند تمام مسائل کاملا حل می شود. تمام اختلافات شیعه و سنی به صورت کلی حل می شوند. تضاد دیگری که وجود داره، تناقض‌های دیگری که وجود داره، اختلافات دیگری که در میان شیعه و سنی وجود داره، تمام اونها سرچشمش مسئله امامت است. جناب سید شما کلا بحث رو خاص کردین، یعنی من که گفتم شیعه به اسلام ضربه زده، شما اینو خاص کردین و یک کمی فشرده تر کردین و گفتین تمام مشکل بین مسلمانان امروز امامته. بله. اونم امامت منصوص از جانب الله متعال. درست. اجازه بده اینو در قالب به خاطر اینکه وقت به پایان رسیده، بحث سوم چهارم رو بیشتر نمیتونه بخونیم. نه، من اینو به صورت مختصر اینو توضیح میدم و نیازی نیست که بیشتر از این به این بپردازیم تا این میریم روی دلایل نقلی از آیات قرآن که در مورد اثبات امامت آوردن. در دلیل چهارم هست آقای هلی ادعا کرده که امام در واقع دلیل چهارم این بود که میگوید الله متعال قادر بر نصب امام معصوم هست و امت هم نیاز به امام معصوم دارد. امت نیاز ولی این عقلی هست. دلایل رو بعداً میآورد، اون دلایلی رو که میخواد از اون استدلال بکنه. میگوید که عالم نیاز به امام معصوم دارد و عدم امام معصوم مفسده هست و وجود امام معصوم در واقع مصلحت هست. این در واقع برمیگرده به همون صورت اولی که من قبلا بیان کردم در 2 جلسه قبل، در واقع اینو بهش پرداختیم و نیازی نیست دوباره به این اشاره بکنیم. منتها به صورت کلی من چند نکته رو بازم در این زمینه عرض میکنم. اولا همون صورت اولی که من عرض کردم که نیازی به عصمت امام وجود نداره. عصمت کل امت رو ما معتقد هستیم که به هیچ عنوان امت اسلامی بر یک کار خلاف شرع اتفاق نظر پیدا نمیکنه.
بر یک خلاف شرع به هیچ عنوان متفق نخواهند شد در واقع. پس بنابراین نیازی به اسمت افراد نیست. درست. مجموع مسلمانان معصوم هستند از خطا، مجموعشون، یعنی یک فتوای کلی و متفق علیه که در میان تمام مسلمانان باشه و مجمع علیه باشه، این قطعا در واقع معصوم هست و جایی در شک و شبهه‌ای برای این وجود ندارد. درست. الان دیگه سوال می شود که این وجود معصومی که در اینجا هست، منظور برای از این وجود معصوم چی هست که نیاز هست برای وجود معصوم؟ آیا وجود معصوم برای حفظ دین در واقع ضرورت دارد یا برای کامل شدن این حالت مسلمانان؟ درست. اگر برای حفظ دین باشد، ما قبلا گفتیم نیازی برای امام معصوم نیست. امروزه امام معصومی وجود ندارد و دین حفظ شده، قرآن هم حفظ شده، حدیث هم حفظ شده. امروزه شیعه هم بر مبنای یک دین صحیح به قول خودشون، بر اقوال مجتهدین خودشون دارند عمل میکنند. پس بنابراین برای حفظ دین نیازی به امام معصوم نیست. اما اگر منظور شما این است که برای حفظ وجود معصوم برای کامل شدن وضعیت مسلمانان نیاز هست، برای تکامل مسلمانان نیاز هست، خب این نیاز هم با وجود امام معصوم هست، یعنی باید امام معصوم باشه، و هم نوابش اگر نایبان امام معصوم باشند این طریق اولاتر است. چرا امام نایبانی را که معصوم باشند مانند خودش انتخاب نکرده؟ 4 تا را مشخص کرد و بعد از اون 4 تا بالفرض ما بپذیریم که امام اینها رو تعیین کرده و بعد از اون امام دیگر در واقع نایب معصومی، نه نایب معصومی و نه غیر معصومی دارند. فقط افرادی هستند که در هر مرحله و هر بره زمانی ادعا کردند که ما امام معصوم را دیدیم و ما نایبان امام معصوم هستیم. پس بنابراین اگر واقع نیازی به معصوم باشد برای تکامل دین یا برای بهتر شدن وضعیت دینی، همان گونه که به امام معصوم ما نیاز داریم، به نایب معصوم امام ما هم نیاز داریم. اگر خود افراد هم که معصوم باشند این اولاتر و بهتر هست و نور علی نور می شود که چون این چیزی از نظر عقلی در واقع مورد پذیرش در واقع نمیتونه قرار بگیره. غیر از این، وقتی که ما معتقد باشیم که یک فردی باید باشد در سطح رسول الله صلی الله علیه و سلم، باید در سطح و هم منزل رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، همون گونه که قول رسول الله حجت شرعی 100% هست و به هیچ عنوان ما نمیتوانیم آن را رد بکنیم، قول یک معصوم هم در همون اندازه هست حجت باشه. خب در اینجا ویژگی رسول الله صلی الله علیه و سلم چی شد؟ هیچ تفاوتی بین رسول و بین غیر رسول در اینجا باقی نمونده. همون گونه که آقای مجلسی ادعا کرده که ما نمیتونیم درک بکنیم که بین نبی و بین امام در واقع تفاوتی در این زمینه وجود داشته باشد. این مطلب دوم. مطلب سوم، امام معصومی که شما میگی که نیاز هست که باشد و باید مصلحت هست که وجود داشته باشد، آیا این امامی باشد که در واقع قدرت داشته باشد بر اصلاح یا اینکه قدرت نداشته باشد؟ امامی که وجود دارد آیا باید قدرت داشته باشد برای اصلاح مفاسد یا اینکه امام بدون قدرتی باشد، امام در واقع ضعیفی باشد، امام ناتوانی باشد، امام برای نمایش باشد، اسمش فقط باشه امام معصومی وجود داره؟ کدوم گزینه رو میپذیرید؟ آیا این امام باید قدرت بر اصلاح داشته باشد یا اینکه داشته نباشد؟ اگر امامی باشد و هیچ گونه حرکتی رو نتواند انجام بدهد به هر دلیلی که باشد، به هر دلیلی که باشد، چه خودش نتواند چه دشمنان نگذارند، دشمنان که نگذارند بازم این ضعفش برمیگرده به همین امام معصوم. امام معصوم اگر امام عاجز و ناتوانی باشد و نتواند اسلام را اجرا بکند و نتواند احکام اسلامی را ظاهرا و آشکارا به مردم ابلاغ بکند، نیازی به چنین امام معصومی نیست. و تمام ائمه شیعه این گونه بودند. هیچ یکی از ائمه شیعه توان ابراز حق را نداشتند. حتی در خونه خودشون در واقع هم تقییم می‌کردند. حتی روایاتی در این زمینه دارند که من اینو در جلسات گذشته مطرح کردم، حتی ائمه در دستشویی که تنها بودند هم تقییم می‌کردند، با اون که علم غیب هم داشتن. عرض کردم حتی در دستشویی که تنها بودند تقیه می‌کردند. روایتی دارند که امام معصوم نمیدونم انگشتری داشته که بر اون نام الله متعال نوشته شده، با همین که در دست چپش بوده استنجا می‌کرده و در دستشوی خودش رو پاک می‌کرده. الان آقایون اومدن و توجیه می‌کنند که امام به خاطر تقیه این کارو کرده. پس بنابراین ائمه شیعه این گونه بودند، امامان عاجزی بودند که عملاً هیچ کدامی از اونها جرأت اظهار حق را نداشتند. خب این یک مطلب. اگر بیاند که نه امامان ما قدرت داشتند،
قدرتشون از همه بیشتر بوده، از ابوبکر و عمر و عثمان و از همه، و شجاعتشون از همه بیشتر بوده، دلاوریشون از همه بیشتر بوده، غیرت دینیشون از همه بیشتر بوده. خب اگر واقعا این گونه بودن چرا کاری نکردن برای در اسلام؟ زمان امامت خودشون هیچ کار نکردن، هیچ کاری رو انجام ندادن. اگر واقعا قدرت داشتند، درست. شجاعت داشتند، دلاوری غیرت داشتند، این همه معجزات داشتند، باز هم برای حفظ دین، برای اتمام حجت الهی کاری رو نکردن، اسمت زیر سوال میره. امامی که قدرت داشته باشد عدالت را اجرا بکند، باز هم این عدالت را اجرا نکند، قدرت داشته باشد که احکام شرعی رو بیان بکند، باز هم بیان نکند، قدرت داشته باشد که جلوی فساد رو بگیرد، باز هم فساد را جلوگیری نکند، بلکه همدست بشود با فاسدان، چون این امامی در واقع معصوم نیست. اگر امامان توانایی رویارویی با دشمنان خودشون را نداشتند که هیچ امامی نداشته، پس بنابراین نیازی به چنین امامی نیست. امروز هم که چنین امام وجود نداره، اگر این امامی هم هست یک امام ترسویی هست که برای حفظ جانش رفته پنهان شده، خب نیازی به چنین امامی ما نداریم. عملا هیچ جای کار ما برای چنین امامی لنگ نیست، نه کار شیعه و نه کار سنی. شیعان تا امروزه که مثلا دنبال حکومت اسلامی نبودن، خب یک اصلی رو آوردن به عنوان ولایت فقیه، یعنی این که عملا بر عقیده امامت دیگه خط بطلان کشیدن، هیچ گونه نیازی برای امام نیست. ولی فقیه کاملا برای ما در واقع کفایت میکند. این عقیده شیعه است. اگر امام عاجز باشد نیازی به امام عاجز نیست. اگر امامان باید قدرت داشته باشند و قدرت اگر داشتند و عملا خدمتی رو نکردن، باز هم اسمتشون زیر سوال میره. در هر صورت مشکل بله، نقطه پایانی که من عرض میکنم، این آقای هلی در اینجا گفته بود که وجود امامت مصلحت هست برای امت. حالا چه مصلحتیه؟ الان چه مصلحتیه؟ و عدم وجود امامت در واقع مفسده هست. من عرض میکنم این نقطه‌ای که شما اشاره فرمودید، وجود امامت یعنی مسئله امامت منسوسه بزرگترین مفسده ای هست که در طول تاریخ بزرگترین ضربه رو به اسلام زده. بزرگترین ضربه رو به اسلام زده. اگر این امامت مزعوم و در واقع ساخته شده و جعلی وجود نمی داشت، قرآن تحریف نمی شد. آقایون معتقدند که تحریف قرآن دیگه متواتر هست. اگر این امامت منسوس که علی باید امام بشود، اگر این امامت منسوس وجود نمی داشت، هیچ یکی از صحابه مرتد نمی شد بنابر اعتقاد شیعه. زمینه وجود نمی داشت برای در واقع این. اگر این امامت منسوسه وجود نمی داشت، اهل بیت در واقع مورد اهانت قرار نمی گرفتند. نه فدک در واقع قصد می شد، نه علی رو در واقع تناب می انداختن به گردنش، نه حضرت زهرا به شهادت می رسید، نه حسن و نه حسین رضی الله تعالی عنه اجمعین به شهادت می رسیدند، یا نه حضرت علی رضی الله تعالی عنه در واقع این گونه مورد اهانت قرار می گرفت. و تا به امروز هم کسی به عنوان این که سنی هست کشته نمی شد. اهل سنت در عراق امروزه به خاطر سنی بودن، فقط به خاطر اینکه اسم یک طرف عمر هست دارد کشته می شود. بیشترین کاری که امروزه شما دیدید در فیلم ها، بیشترین حمله ای که نظام سوریه کرده بر مساجد اهل سنت است. خب مساجد جایگاه عبادت هست، فرق نمیکنه شما شیعه هستید، علوی هستید، مسجد مال خداست. امروزه شیعه در تهران چرا اجازه نمیداد اهل سنت مسجدی رو داشته باشند؟ مگر در اونجا میروند ابوبکر رو عبادت بکنند یا عمر و عثمان رو؟ فقط الله متعال رو عبادت میکنند. پس بنابراین تمام مفاسدی و تمام اختلافاتی که در میان شیعه به وجود آمده، در میان شیعه و سنی، و تمام ضربه ای را که اسلام بدین خاطر خورده، فقط و فقط به خاطر اعتقاد وجود امام معصوم هست. اگر این اعتقاد را از بین برمی داشتند و یک راه وحدتی را ایجاد میکردند، هیچ گونه اختلافی در میان شیعه و سنی به وجود نمی اومد و هیچ گونه مفسدی هم اتفاق نمی‌افتاد. پس بنابراین اگر عاقلانه بنگریم، وجود امامت منسوس مفسده هست و هیچ گونه مصلحتی را ندارد. تا به امروز که امروز هست، تا 1400 سال که از این تاریخ اسلام گذشته، امامت اثنا عشر و هیچ کدام از ائمه اثنا عشر هیچ گونه مصلحتی را برای اسلام و مسلمانان در واقع نداشتند. حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم که به خلافت رسیده، از دیدگاه آقایون باز هم نتوانست که اسلام حقیقی را در واقع اظهار بکنند. و مطلب پنجمی که در اینجا آقای چند دقیقه دیگه من فقط یک این اشاره میکنم به صورت اینکه استدلال کرده بر این که امام باید واجب هست که افضل رعیت باشد. در اینجا میگوید که ان الامام یجب ان یکون افضل
افضل من رعیتی، امام باید برتر رعیت باشد، یعنی از رعیتش و از افرادی که زیر دستش هستند ملت باید به صورت کلی افضل باشد و برتر باشد. و علی افضل اهل زمانی علی ما یاتی، و علی رضی الله تعالی عنه افضل اهل زمان هست. خب اینو هر کسی هم میتونه در واقع بگه که برای خودش هم میتونه چنین ادعایی رو انجام بده و این ادعای صرفی هست، به هیچ عنوان قبول. یک سنی میتونه امام باید افضل باشه، ابوبکر افضل بود و لیاقت خودش رو عملا نشان داد. ابوبکر، عمر، عثمان رضی الله تعالی از دیدگاه اهل سنت و الجماعت لیاقت خلافت خودشون رو کاملا اظهار کردن. این که میگن که مثلا اگر نیازی به قدرت بود قدرت داشتند، اگر نیازی به شجاعت بود شجاعت داشتند، اگر نیازی به هر چیزی بوده عملا این لیاقت خودشون رو نشان دادن. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه از دیدگاه ما لیاقت خودش رو نشان داد، از دیدگاه ما لیاقت خودش رو نشان داد و دین واقعی رو در زمان خودش تطبیق کرد. اما از دیدگاه شیعه علی رضی الله تعالی مجبور بود که سکوت بکند، مجبور بود که تقیه بکند و اون چیزی رو که حکم الهی بود در واقع اون انجام نداد. و ایشون اشاره میکنند که و علی افضل اهل زمانی علی ما یاتی، به خاطر دلایلی که بعداً میاد. در اینجا دلیلی رو بل اون دلایل نصی، اون دلایل نصی رو که دلایل قرآن و حدیث هستند، اونها رو ما ان شاء الله در جلسات بعدی یک به یک ان شاء الله بررسی و تحلیل خواهیم کرد که آیا این موارد دلیل افضل بودن سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هستند یا خیر. خب جناب استاد خیلی خیلی ممنون که و فکر نمی‌کنم اینقدر خلاصه این مقدمه یا این بحث پنجم رو بگین. جناب استاد اگر فقط در خلال 2 دقیقه برای بینندگان شیعه، کسانی که به حساب میگن ما پیرو شیعه هستیم، پیرو امام زمان هستیم، پیرو جعفر صادق و هر کس که خودشون به شیعه نسبت میدن، چه اصولی چه اخباری، فقط شیعه اثنا عشری هستن یا کسانی که شاید اصلا شیعه نباشن، لایک و بدین باشه و بیننده برنامه ما هستن، یا سنی ها هستن که فقط همین میدونن که ما سنی هستیم، هیچ چی نمیدونن از دین. توصیه‌تون برای اونها چیست؟ ببینید هدف ما از این برنامه این است که حقیقت ها برای مردم آشکار بشود. من ملت عزیز ایران را و شیعیانی را که در میان اونها سالیان سال من زندگی کردم، باشون ارتباط داشتم، شهرهای متعددی از ایران رو من رفتم و دوستانی از شیعه و خانواده هایی رو در واقع که ارتباط خانوادگی داریم من میشناسم از نزدیک. در واقع هم بنده و هم شما هم تمام ایرانیانی و اهل سنتی که با شیعه برخورد داشتن، ما شیعه را میشناسیم و از اخلاق شیعه و از عادات کریمانه شیعه کاملا ما اطلاع داریم. منتها ما معتقد هستیم که به خاطر وجود این همه در واقع مسائلی که تبعیض‌هایی که وجود دارد و این همه در واقع سختگیری هایی که بر اهل سنت وجود دارد و که در ایران به هیچ عنوان نظر مخالف را نتونستند تحمل بکنند، نتونستند که مجال بدند که نظر مخالفی اعلام بشه. حتی از برادران شیعه‌ای که نظر مخالفی برخلاف ولایت فقیه یا برخلاف فلان مرجع دارند، این مجال نبوده که حقیقت ها را بیان بکنند، چه برسد به اهل سنت و الجماعت. و این ما معتقد هستیم که این حق اهل سنت و الجماعت هست، حق شیعه هست که این حقایق و واقعیت ها را بشناسند. این دلایلی بوده که تاکنون شیعه مطرح کرده در طول تاریخ، اما اهل سنت و الجماعت مجال نقد اینها را نداشتند. ما این دلایل را و این حجت ها را نقد میکنیم تا اینکه حقیقت برای مردم آشکار بشود. اگر بعد از این شیعه ماند، مبارکش باشد. برگشت به مسلمانی و اهل سنت و الجماعت، باز هم در واقع مبارک باشد. و هدف ما فقط بیان حقیقت هست و این که همه ما انشاءالله به حقیقت برسیم. ممنون، سپاس جناب استاد، واقعا زیبا بیان کردید. کاش که امامتی نمی بود تا این وحدت کلا برقرار میشد. پس معلومه که دشمن وحدت امامته و 11 امامی که اومدن به جای اینکه خواسته باشن تبیین کنن، بلکه کارهای مخفی کردن، کارهای دزدی کردن، کارهای کلا زیر پرده کارهای دیگه کردن. جناب استاد هفته گذشته گفتن که امروز چه کارها میکرده و خیلی کارهایی که نمیشه پشت تریبون گفت. خب شما همه بینندگان رو به خداوند بزرگ میسپارم تا برنامه بعد و انشالله در حال قوی تر. خدا یار و یاورتان. خیلی ممنون جناب. سپاسگزارم.